داستان واضح‌تر باشه باید از همین ابتدا بگم که من دچار اختلال شنوایی هستم. مشکلی که باعث شده همیشه کمی سخت بشنوم. میدونم چیزهایی در زندگی هستن که شاید هیچ وقت درکشون نکنم، اما هنوز هم بعد از گذشت 1 سال وقتی به اون اتفاق فکر میکنم نمیدونم دقیقاً چه چیزی اتفاق افتاده یا اینکه من باید چه کار متفاوتی انجام میدادم. ماجرا مربوط به حدود 1 سال پیشه. تازه فصل تعطیلات گذشته بود و من بعد از سفرها و دور همیهای خانوادگی و دوستانه کم کم داشتم به روال عادی زندگی برمیگشتم. من در یه محله کوچک و آرام در جنوب کبک زندگی میکنم، جایی که خونه ها درست در کنار جنگل قرار گرفتن. محله‌ای ساکت، همه تقریباً همدیگر رو میشناسن. و راستشو بخواید منم اینو دوست دارم، چون یه احساس گرم و صمیمی بینمون ایجاد میشه. اما همونطور که بعدها فهمیدم سکوت همیشه نشانه آرامش نیست. زمستون که میشه من عادت دارم سگم مونتی رو برای قدم زدن به جنگل نزدیک خونه ببرم. مونتی یه سگ دورگه راتوایلر و هاسکیه، دقیقاً همون چیزیه که برای من اهل دویدن و تحرک لازمه. جنگل چند مسیر مشخص داره، هیچ کدومشون هم سخت یا کوهستانی نیستن، هر کسی میتونه در اونها قدم بزنه. یادم اون روز حوالی عصر بود. من ناهارمو دیر خورده بودم و تصمیم گرفتم بعد ناهار با مونتی به جنگل برم. مثل همیشه همین که پیچ آخر خیابون رو رد کردیم و ورودی جنگل پیدا شد، مونتی دیوانه‌وار ذوق زده شد. انگار بوی چیزی رو از قبل میدونست، یا شاید منتظر چیزی بود که من هنوز خبر نداشتم. هوا برای 1 روز فوریه تقریباً سرد بود. دیشب برف اومده بود و روی سطح زمین رو پوشونده بود. زمین درست مثل یه بوم سفیدی بود که انگار هنوز هیچ کس روش قدم نذاشته. طبق معمول قلاده مونتی رو باز کردم تا آزادانه بدوه. چند لکه زرد و رد پا روی برف دیده میشد، نشونه‌ای واضح که چند نفر قبل از من سگشون رو بیرون آورده بودن. اما با وجود تمام این رد پاها نمیدونم چرا اون روز برف زیر پام کمی ساکت‌تر از همیشه بود. انگار جنگل داشت نفسش رو حبس میکرد. بیشتر مردم دوست دارن قبل از ظهر برای قدم زدن بیرون بیان، چون خورشید معمولاً حوالی 4 بعد از ظهر غروب میکنه. برای همین انتظار نداشتم اون موقع از روز کسی رو ببینم. حدود نیم ساعت که راه رفتیم به یک دوراهی رسیدیم. متوجه شدم یکی از مسیرها هنوز هیچ رد پایی نداشت. حس ماجراجوییم گل کرد. تصمیم گرفتم از همون مسیر رد بشم. مسیرهای جنگل رو خوب میشناسم. دقیقاً میدونستم کجا میرم. این مسیر به یک فضای باز میرسید و این عالی بود، چون میخواستم پرنده‌های بومی رو با دوربینی که کریسمس هدیه گرفته بودم تماشا کنم. شروع کردم به بررسی کردن دور اطرافم تا اینکه یک شکل غیر عادی در خط درختان دوردست توجهم را جلب کرد. دوربین رو روی اون نقطه تنظیم کردم و یک برزنت آبی دیدم. چیزی شبیه یک پناهگاه دستساز. کنجکاویم تحریک شده بود، اما هوا رو به تاریکی میرفت و باید برمیگشتم. برگشتیم. مونتی مثل همیشه جلوتر دوید، اما این بار رفتارش عجیب بود. بیش از حد هوشیار بود. دماغش رو مدام روی زمین میکشید و مسیر رو با دقت خیلی زیادی بو میکشید که تا حالا ندیده بودم. داشتم نگاش میکردم که چشمم به برف افتاد و یهو خشکم زد. روی مسیر رد پاهایی بود، خیلی بزرگتر از رد پاهای من. تو اون حالت سردرگمی که داشتم کفشامو بلند کردم و با رد پاها مقایسه کردم. کاملا متفاوت بودن. هیچ دو راه دیگه‌ای هم در مسیر نبود. یعنی هر کی اینجا قدم گذاشته بود باید از کنار من رد شده باشه. احتمال دادم وقتی سرگرم نگاه کردن با دوربین بودم از کنار من رد شده. در اون لحظه این منطقی ترین توضیح به نظر می رسید. سعی کردم بیش از حد بهش فکر نکنم. هوا حالا تاریک تر شده، اما هنوز به قدر کافی می دیدم. وقتی داشتیم برمیگشتیم مونتی یک دفعه ایستاد و شروع کرد به پارس کردن بیوقفه به سمت من. وقتی برگشتم اون موقع بود که اونو دیدم. مردی بود احتمالاً 2 متر قد، شلوار زغالی رنگ که برفی شده بود و ژاکت سفید پوشیده بود. تنها 1 متر با من فاصله داشت. هیچ حرکتی به سمت من نکرد. فقط ایستاده بود. دستاش تو جیب ژاکتش بود. اونو از اهالی محله نمیشناختم. پس فکر کردم حتما یک کوهنورد یا کسی از بیرون شهره. انگار چیزی زیر لب میگفت، اما نمیتونستم لبخونی کنم که متوجه بشم چی داره میگه. نور کم بود و نمیدونستم داره به انگلیسی صحبت میکنه یا فرانسوی که هر دو زبان رایجه که بگن. تو لحظه خودم رو احمق حس کردم که تلفنم رو با خودم نیاورده بودم. بنابراین تلاش کردم بهش بفهمونم که کمی کم شنوا هستم. حدود ساعت 4:30 به خونه رسیدم. تا اون موقع هوا کاملا تاریک شده بود.
یادمه که طبق معمول شبها کارای روتینم رو انجام دادم. اصلاً به اون برخورد عجیب فکر نکردم، اما نیمه شب اتفاقی افتاد. چیزی که هنوزم وقتی بهش فکر میکنم بدنم شروع میکنه به لرزیدن. با لیست زدن دستم از خواب پریدم، کاری که مونتی معمولاً صبحا برای بیدار کردنم انجام میده. صفحه گوشیمو روشن کردم تا ببینم ساعت چنده و با تعجب دیدم ساعت 3 صبح. یه پیام از همسایه داشتم. نوشته بود همه چیز خوبه؟ راستش اولش گیج شدم. پیام چند دقیقه قبل ارسال شده بود و گفته بود مونتی اونقدر پارس میکرده انگار تسخیر شده. سرمو از گوشی بلند کردم. مونتی دیگه تو اتاق نبود. پایین رفتم و اونو دیدم. دیوانه‌وار به سمت در حیاط پارس میکرد. چشمام هنوز خواب‌آلود بود و خوب نمیدیدم. نزدیک شدم تا بهتر نگاه کنم که یهو چراغ حسگر حرکت روشن شد. همون لحظه قلبم ریخت. مرد جنگل همونجا وسط حیاط پشتم ایستاده بود. دیگه حتی یک ثانیه هم فکر نکردم. از در دور شدم و سریع به 911 تماس گرفتم. هیچ وقت تو زندگیم به این سرعت به 911 تماس نگرفته بودم. با مونتی دویدم طبقه بالا. قمه ای رو که همیشه زیر تختم نگه می داشتم و برداشتم. من زن قد کوتاهیم و سابقه رسمی دارم، اما خیلی خوب میدونم بهترین حرکت در یک مبارزه اینه که اصلاً مبارزه نکنی. همونجا در اتاقم نشستم، در حالی که مونتی رو بغل کرده بودم و چشم از در بر نمی داشتم تا پلیس بالاخره رسید. با قلبی که داشت از سینم بیرون میزد روبروی در نشستم. مونتی هم در کنارم نشسته بود، اما آرامش دوام نیاورد. مونتی یک دفعه پرید و شروع کرد به پارس کردن شدید به سمت در اتاق خواب. دستام از شدت عرق کردن زیاد خیس شده بودن. وقتی سایه‌ای از زیر در به بیرون نمایان شد، اون سایه‌ای که جلوی چراغ خواب ایجاد شده بود نشون میداد اون مرد داره وارد اتاقم میشه. اون لحظه طولانی ترین دقیقه های زندگی من بود. هر لحظه انتظار داشتم دستگیر بچرخه یا در کاملا شکسته بشه. خوشبختانه هیچ کدوم اتفاق نیفتاد. وقتی پلیس رسید همه چیزو براشون توضیح دادم و اونا شروع کردن به تجسس در خانه. شیشه در پاتیو کاملا شکسته بود، اما جز اون هیچ چیز دیگه‌ای کم نشده بود و همه چیز سر جای خودش بود. پلیسا دیدن که در حیاط بازه، همون در که به جنگل میرسید، جایی که فکر میکردن مرد به اونجا فرار کرده. منم اونا رو از پناهگاه دستاس که روز قبل در جنگل دیده بودم آگاه کردم. چند روزی با مونتی و چند وسیله‌ام پیش یکی از دوستان خانوادگی موندم تا در پاتیو تعمیر بشه. بعد از این حادثه هیچ خبری از پلیس درباره پرونده نشنیدم. اما از اون روز به بعد تصمیم گرفتم موقع قدم زدن با مونتی فقط تمرکزم به جاده و پیاده روی کردن باشه و زیاد به اون اتفاق فکر نکنم.